سلام و روزتان بخیر باشد بیننده عزیز آزادی. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراهتان ساعت در دوشنبه 11. در آغاز نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 11 می. ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی از پاسخ دادستان حربی درباره ابله. پوتین گفته است آماده است که به قرقیزستان در مسئله مرز کمک کند و ساکنان ولایت بادکن به خانه هایشان برمیگردند. شرح بیشتر خبرها. دادستان کلی تاجیکستان به مکتوب نمایندگان جامعه شهروندی درباره سربازشکاری یا ابله و پاسخ داده است. رجب میرزا روزنامه‌نگار و مؤلف نامه روز 10 می در صفحه فیسبوکیش نوشت پاسخ دادستان کل با امضای دادستان حربی به دست آنها رسیده است. به گفته رجب میرزا دادستان کل به مراجعت نامه درباره ابله و همان طور پاسخ داد که انتظار داشتیم. اکثریت مقاله ها به حالت واقعی کار موافقت نمی‌کنند. نوارهای ویدیویی با معرکه دعوت ارتباط ندارند. آمده است در پاسخ دادستان حربی حالان که همه ساله با شروع موسم دعوت ساکنان از سرباز شکار یا به طریق زوری به ارتش بردن فرزندانشان شکایت می‌کنند. در این زمینه نوارهای هم به شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابد. ولی به نوشته رجب میرزا دادستان حربی تاجیکستان در مکتوبش نوشته است در تاجیکستان چنین حالت جای ندارد و دادستان دعوت جوانان به ارتش را نظارت دارد. به گفته روزنامه‌نگار در جای دیگر دادستانی می نویسد که آنها گویا همه مطالب نشر شده و نوارها را مورد سنجش قرار داده و سنجش ها معین کرده است که اکثریت مقاله ها به حالت واقعی کار موافقت نمی کنند یا نوارهای ویدیویی به رفت معرکه دعوت رابطه نداشته است. رجب میرزا که مؤسس یکی از گروه‌های فعال فیسبوکی اخبار برای افکار است میگوید این پاسخ دادستان حربی را به صفت یک جواب مناسب و جدی به مسئله گذاری‌های خود حساب نکرده به این نظر است که آن همان طور انتظار داشتیم به خاطر جواب برای دستگاه اجرایی پرزیدنت آماده و به ما فرستاده شده است. ما از نهادهای دیگری موظف شده پاسخ‌های جدی انتظاریم وگرنه پاسخ به خاطر پاسخ ضرورت ندارد. مسئله گذاری‌های ما جدی ترند مقامداران نوشته است رجب میرزا. در تاجیکستان سال 2 بار جوانان سن دعوت را به ارتش جلب میکنند. ساکنان پیوسته از دعوت به ارتش از راه زور شکایت دارند. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 10 می در صحبت تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئله جنجال مرزی با تاجیکستان را بررسی کرده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان گفت صحبت با تشبث جانبی روسیه صورت گرفت. بنا به اطلاع منبع ولادیمیر پوتین گفت روسیه آماده است که برای رفع عاقبت‌های مناقشه مرزی به قرقیزستان کمک کند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت صادر جباروف در آخرین ماه می با سفری به مسکو می رود و در آنجا مسائل همکاری های دو جانبه، همگرایی اقتصادی اوراسیا، اینچنین تامین امنیت منطقه بررسی خواهد شد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 می در مسکو واخورده درباره رویدادهای مرز تاجیکستان و قرقیزستان نیز صحبت کردند. به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته است دوشنبه مسائل مرزی را با قرقیزستان تنها با راه مذاکرات حل خواهد کرد. روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه مسلحانه رخ داد و از هر دو جانب 10 نفر کشته و صدها کس زخمی شدند. دوشنبه و بشکک یکدیگر را به سر زدن مناقشه عیبدار میکنند. ضمناً هزاران ساکن دهه‌های نزد مرزی ولایت بادکن قرقیزستان که هنگام مناقشه مرزی با تاجیکستان به جای امن کوچ بسته بودند دوباره به خانه هایشان برمیگردند. در این باره روز 9 می مقامات ولایت بادکن خبر دادند. عبدالکریم آلیبویف نماینده حکومت قرقیزستان با ساکنان ملاقات کرده وعده داد که برای حفظ امنیت در مرز چاره‌جویی میکنند و برای ساکنانی که خانه‌هایشان را از دست دادند منزل‌های موقت ساخته می‌دهند. به نوشته رسانه‌های قرقیزستان هنگام مناقشه‌های روزهای 29 30 اپریل از دهه‌های نزد مرزی نزدیک 40,000 کس به جای امن کوچانده شدند. جانب تاجیکستان میگوید در آن روزها بیش از 15,000 کس را از دهه‌های نزد سرحدی به جای بی‌خوف بردند. روز 8 می در ولایت بادکن برای 36 خانواده که در مناقشه‌ها نزدیکانشان را از دست دادند ساختمان منزل زیست شروع شد.
در دهه‌های خواجه علا و سامانیان شهر اسفره نیز با ساختمان خانه‌های ویران شده آغاز کردند. مقامات تاجیکستان میگویند تنها در اسفره 14 خانه پر ویران شده است، ولی اختیاریان این رقم را به مراتب بیشتر حساب کردند. حکومت تاجیکستان گفته است تا 1 ماه دیگر خانه‌ها را ساخته به مردم می‌دهد. اولوغبک معروفوف سروزیر قرقیزستان روز 3 می گفت برای برقراری انشاءات تخریب شده در نزاع مرزی بیشتر از 8 میلیون دلار از بودجه کشور جدا می شود. و رهبر چچنستان رمضان قادیروف از حکومت اسرائیل تقاضا کرد که برای زد و خورد خادمان پلیس و فلسطینی ها در نزد مسجد الاقصی شهر بیت المقدس از مسلمانان عذر پرسد. قادیروف در تلگرام کانال خود نوشته است در چنین حالت بهتر است که مقامات اسرائیل به خود آمده گناهکار بودن خود را اعتراف کنند و برای آنچه گذشت عذر پرسند. دیر نشده نزاع را خوابانید وگرنه پیامدهای آن اسفبار خواهند بود، نوشته است قادیروف. در بیت المقدس شرقی از 7 می به این سو بی‌نظمی ها ادامه دارند. در دوام 3 روز خشونت ها بیت الله طبیبان و ساختارهای حفظ حقوق صدها فلسطینی و بیش از 20 مأمور پلیس اسرائیل آسیب دیدند. وقتی فلسطینی ها به سوی پلیس سنگ اندازی کردند، پلیس اسرائیلی در جواب از گاز اشک‌آور و نارنجک های صدادار استفاده نمود. سبب بی‌ترتیبی ها این شد که در دادگاه شکایت بسیار ساله چندین عائله فلسطینی به بررسی گرفته شد. بیش از 70 نفر راضی نیستند که قرار مقامات درباره به فایده مهاجران اسرائیلی خالی شدن خانه‌های آنها اجرا شود. قرار بود محاکمه‌ها 10 می برگزار شوند، ولی اکنون سنه نو را با قرار دادستان کل اسرائیل در دوام 30 روز آینده اعلان می‌کنند. مرکز بی‌نظمی‌ها اطراف مسجد الاقصی شد که 3مین مکان مقدس مسلمانان به شمار می‌رود. روز 10 می پلیس گفت با سبب راهپیمایی بخشیده به روز بیت المقدس به این ناحیه از بیرون وارد شدن منع است. بسیار فلسطینی ها راهپیمایی ملتگراهای اسرائیلی را همچون یک اغوا انتقاد میکنند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 می را فرا میگیرد. 11 می سال 1936 حکومت جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان ناحیه اوروتپا را تأسیس داد. این ناحیه که سال 2000 به استرافشان تبدیل نام کرد، تاریخی بسیار قدیمی داشته در گذشته ها با نام کوروشکده، استروشن و دیگر نام ها معروف بوده است. استرافشان با اینکه خیلی تغییر یافته است، تا امروز شهرت هنرهای را مثل زرگری و مسگری، کارتسازی و چیتگری، کلالگری و چرمگری حفظ نموده است. 11 می سال 2020 عبدالله غربتی خبرنگار آن زمان 23 ساله آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس در دوشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. لطوکوب ژورنالیست تحقیقگر را سازمان‌های حامی حقوق حمله آشکار به آزادی بیان و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان نامیدند. عبدالله غربتی بعد چند هفته این حادثه هنگام جمع‌آوری معلومات در محل آفت زده ناحیه خراسان هم ضرب‌العمل شد. سال 2014 کتابی حکایت‌های آکنده از حیات نوشته‌های دانشمندی معروف محمد جان شکوری بخارای از چاپ برآمد. در آن استاد شکوری درباره زندگی خود، آموزش زبان فارسی تاجیکی به فرزندان، مبارزه در راه مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در تاجیکستان حکایت کرده است. دانشمند سرشناسی تاجیک روز 16 سپتامبر سال 2012 در سن 87 سالگی در دوشنبه درگذشت. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 11 می چنین اعلان کرده است. بیننده
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدارتان.